داند آن که خود عاشق نبود. سوزی بلبل را چی داند آن که خود عاشق نبود. نکهتی گل را چی داند آن که خود عاشق نبود. نکهتی گل را چی داند آن که خود عاشق نبود. زلفی دلبر جانی عاشق را نوازش میکند. زلفی دلبر جانی عاشق را نوازش میکند. قدر سنبل را چی داند آن که خود عاشق نبود. قدر سنبل را چی داند آن که خود عاشق نبود. سنبل لرزه در جان افکند. بوی کاکل را چی داند آن که خود عاشق نبود. از لبی جانان شرابی ناب گیرد رنگ ای مول را چی داند آن که خود عاشق نبود. ای مول را چی داند آن که خود عاشق نبود. این تعامل را چی داند آن که خود عاشق نبود. عشق آید عقل دانا هم بنادانی کشد. این تعامل را چی داند آن که خود عاشق نبود. گوشه راهی علی در زندگی عشق است و بس. این تعامل را چی داند آن که خود عاشق نبود. این تعامل را چی داند آن که خود عاشق نبود. سوزی بلبل را چی داند آن که خود عاشق نبود.
آنکه خود عاشق نبود نکهتی گل را چه داند آنکه خود عاشق نبود نکهتی گل را چه داند آنکه خود عاشق نبود آنکه خود عاشق نبود آنکه خود عاشق نبود درود تماشابینان عزیز، با همین ترانه زیبا شروع کردیم برنامه امروزه خاطره ها را و امروز در مهمانی ما مؤلف همین ترانه قرار دارد هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیموف، همزمان هنرمند انسامبل ششمقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان و استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجه ستارов. خوش آمدید به برنامه. تشکر. قبل از آغاز ثبت هنگامی که ما گفتگو میکردیم گفتید که یک 6 ماه قریب در تلویزیون سفینه نبودید و ما گمان کردیم که در دیگر تلویزیون ها بودید، ولی گفتید که خیلی سرکار بودید. سرکاری در کجا؟ سفرهای هنری زیاد بودن؟ بله، اولا سلام عرض میکنم برای تمام تماشابینان برنامه خاطره های تلویزیون سفینه و عرض سپاس از دعوت و بسیار من در خجالت هستم که یک مدت مثلا از سبب سرکاری بنابر کنسرت ها، برنامه های فرهنگی، سفرهای هنری داشتیم و یک مدت نتوانستیم در برنامه ها شرکت ورزیم و امروز ما همراهی همین نوازنده هایی که امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجه ستارов هم دانشجو هستند و هم آموزگار هستند، کار و فعالیت دارند. خدمت شما هستیم، خدمت تماشابینان هستیم. افتخار از آن دارم که مردم پیوسته ما را پیروی میکنند، یعنی که دنبال سرود و آهنگ های نو ما پرسان میشوند. این البته از ما بسیار زحمت و مهنت های زیاد را طلب میکند و ناگفته نماند که در این رخصتی مثلا در این فصل تابستان، فصل گرمی ها مشغول کار بودیم، البته در جریان بودیم و ماه مای الکی آغاز شد برنامه کنسرتی ما در شهر سمرقند و سپس در شهر تاشکند و بعدا در شهر پنجکین 3 برنامه کنسرتی منظور تماشابینان گرداندیم و فکر میکنم مقبول همگان شد و برای خود نیز بسیار برداشت کردیم از این برنامه ها. چقدر انسان خرسند میشود هنگامی که مردم همه جمع میشن محض به خاطر او و هنرش را پذیرایی میکنند. شما نزدیک به 5 سال میشود که اصلا در صحنه هستید، همچون هنرمند فعالیت میکنید، کارهای ایجادی میبرید، ترانه های دارید که علاقه به مال خاطره تبدیل یافتن، یک دوره زندگی شما را انعکاس میکنند. مثلا همین ترانه‌ای که در ابتدا اجرا کردید مال کدام سال است؟ این سرود بار اول اگر خطا نکنم سال 2006 یا 2007 از جانب شهرت کنجایف آهنگ یعنی که ایجاد کرده شده است با متن شادروان شاعر خلقی تاجیکستان استاد علی باباجان و بسیار یک شعر خوب است، گویا که با آن همین آهنگ نوشته شده است، یعنی که بسیار آهنگ هم جذاب و مانده است، در یک مدت کوتاه شنونده خود را پیدا کرده توانست. در یاد دارم سال 2011 هم بار اول در تالار کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کنسرت اولین خود را برپا کرده بودیم و آنجا این سرود را ما با همراهی همون انسامبل نوازنده های انسامبل ششمقامی و نام فضلدین شهابوف یکم مراتبه اجرا کردیم. پیش از همه به خودی من بسیار معقول است، یکم شعرش بسیار روان و شیوه و گوارا ایجاد شده است و دوم آهنگ بسیار با همین شعر بسیار مناسب آمده است و در یک مدت کوتاه بسیار مخلصان خود را پیدا کرد این سرود و فکر میکنم تا امروز جایی که نرویم در کدام چهاربینی که نباشیم حتما مردم از این سرود پرسان میشوند. خواستیم این سرود رو در این برنامه‌های خاطره ها منظوری تماشابینان بار دیگر گردانیم. از جانب شاگردان البته این سرودها اجرا کرده می شود، از جانب دیگر هنرمندان چند بارها خواهش شد که مثلا همین سرود رو ما اجرا کنیم. البته این میدونید سرود مال خلق است، این باید گفتم مثلا ما گویا که به خود خاص میدهیم، اصلا گرید
ما در بین مردم هستیم، در خدمت مردم هستیم. آن چی که ما الهام میگیریم از مردم، از خلق، از طبیعت زیبای تاجیکستان، بله، از محبت مردم، از همین وطن بهشت‌آسای تاجیکستان عزیز ما الهام میگیریم، سرود ایجاد میکنیم. این همه مال خلق است. بله، مخصوصا همون عبارهش من گمان میکنم در ذهن مردم مون، سوز بلبل. بله. اون سال در انسامبل چشمخوم کار میکردید که اولین برنامه کنسرتی؟ بله، من همون سال 2000 آخری 2010 اولی سال 2011 اگر خطا نکنم با انسامبل چشمخوم با کار شامل شدم و همراهی سروجدین جورایف، دکتر نوازی ماهر ما یک جای کنسرت یک پیشنهاد کردیم و کنسرت به استفاده فونوگرام، یعنی که با اجرای زنده منظور تماشابینان گردانده شد. در رقص انسامبل گلریز تحت راهبری استاد امام علی رحمانیان بسیار زحمت کشیدند و یک برنامه خوب بود. در یاد دارم الکی مثلا چند سال سپری شده است، لیکن اون سرودهایی که اونجا زمزمه کردیم، اون مثلا الهامی که از اون کنسرت برداشت کردیم، اون تماشابینه که اون تالار مثلا پر از تماشابین بود، برای ما یک ذوق بلند داده توانست. با انسامبل شش مقامی مخصوصا کمیته تلویزیون و رادیو شامل شدن آسان نیست. بله. زیرا این یک انسامبلی است که در مملکت آوازه‌دار است، در برنامه‌های کلانی کنسرتی زیاد اشتراک میکند. شما چگونه شامل شدید؟ با این انسامبل شامل شدن مثلا سببگار استاد زنده‌یاد شادروان الماس عبداللهیف و راهبری انسامبل دولتی شش مقام فرقت سیدزاده بودند که ما رو پیشبری کردند به این انسامبل، یعنی که خود آنها دستگیری کردند که ما شامل همین انسامبل باشیم و از آن افتخار دارم که امروزها با همراهی استادان بزرگ، گرچند مثلا در گذشته برنای ساق و نیرو امین و فضلالدین شهاب و شاهنظر صاحب و بای محمد نیاز و معروف خوجه بهادر و عبدالجلیل هاشم و سعادت عمر و ده نفر دیگر نومان جان تاشتی میروف که مثلا در این انسامبل رشد کردند، شش مقام رو بین مردم با یک سبک و اسلوب خاص خود رسانیده توانستند و امروزها در فوند طلایی رادیو ثبت‌های آنها مثلا محفوظ است، ما پیوسته گوش میکنیم. البته در این انسامبل کار کردن خودش یک مسئولیت است. این آرزوی چند ساله شخصا من بود و امروز افتخار از آن دارم که با همراهی استادان بزرگ، با همراهی من تازه کنسرواتوری ملی تاجیکستان را ختم کردند، یک چند شاگردان ما، دانشجویان ما امروزها در انسامبل دولتی کار و فعالیت دارند که البته این باعث افتخار است. شاید یگان ترانه دیگر اگر خواهش کنیم که از همون سالها، چون از سال 98 شروع کردید، ترانه دیگرتان رو بازخوانی میکنید، کدام ترانه‌تان رو خب پیشنهاد میکنید؟ یک سرود دیگر میخوانیم با نام نکهت یاد از شاعر مهرنیسا. این هم در همان کنسرت نخستین ما در تالار رادیو صدا داده بود بار اول و این رو بعدا ما در رادیو نیز ثبت اودیویی کردیم، شاید در تلویزیون هم ثبت ویدیویی هم کرده باشیم. این سرود نیز بسیار در یک چند فستیوال چهاربینی ها اجرا کرده شد، در فستیوالی جاز نیز با این سرود هنرنمایی کردیم. در یاد دارم یک چند هنرمندان دیگر دولت ها آن نوآوری هایی که مثلا دانشجویان کنسرواتوری با اسباب های برقی در این سرود وارد کرده بودند بسیار خوش پذیرفته بودند و منظور تماشابینان میکنیم، پیشکش میکنیم. یادی تو در پیراهنی جانی من است، نکهتی یادی تو در پیراهنی جانی من است، اختری چشمانی تو نوری شبیستانی من است، شه کتابی عاشقی ناکام ارزی ساده نیست، داستانی
نازی شاهی پیمانی من است داستانی جانگدازی شاهی پیمانی من است جهایت آبشاری جسم بی جانی من است ای هزاری آرزوهای خزانی خاطرم زعفرانی شادمانی شاخی ریحانی من است زعفرانی شادمانی شاخی ریحانی من است دوستان عزتمند، منظور شماست برنامه خاطره ها و امروز در مهمانی ما قرار دارند هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیموف و بار دیگر براش ما تشکر میگویم برای اجرای همین ترانه. یک ترانه خیلی زیبا، راحت، در یک نظر ساده و آسان می نماید، از آن که شما خیلی راحت و آسان اجرا میکنید. شاید به نظر شنونده اگر این خیلی بله نماید بسیار ما خرسند هستیم، زیرا خود شش مقام همین گونه است که یک ترانه با خیلی مشکلی در سر وارد می شود. خیلی وزنین است و اون وزنینی رو تماشابین احساس میکند. اما بعضا ترانه های هستند که خیلی راحت در سر جای میگیرد، خیلی راحت شنیده می شود و شنونده رو نیز خیلی راحت میکند. نوبسته به آنه که در بعض لحظه های این ترانه مشکلی احساس می شود که در اونجا اوج صدا هست، در اونجا کشش ها هست، ناله های مخصوص هست. می ترانه هر یک ترانه ما گفتیم که خاطره دارد. این ترانه برای شما چه خاطره دارد؟ هر یک سرود البته تا سرود شدن میدونید چون که شما قید کردید هنگام سرود خواندن اگر شنونده از آن مثلا ذوق برد، مثلا کفگوبی نماید، راحت کند، آزاد باشد، مثلا یک غذای معنوی گرفته تواند، این باخت هنرمند است. در برابر این در ایجاد یک
روش خود را دارد. ایجاد هم مثلا نه همه وقت هر یک سرود شده میتواند. پیش از همه شعر رو باید درست انتخاب کرد. بله. بعداً آهنگ باید با همون شعر توأم بیاید، یعنی که موافق بیاید. از همه مهم همین نوازنده ها هستند که به سراینده الهام میدهند. بله. مثلا با یک تنبور یا دایره یگان چیزی کرده نمیشود. بله. خواندن ممکن است، لیکن ببینید ما اسباب‌های ملی بسیار جالب داریم که هر یکی اینها یک کشیش و روش‌های خود را دارد. بله. نازکی‌های خود را دارد. از هر یکی این الهام گرفتن، به ذوق سرود خواندن، باید همه این را شما در کله جای کنید. هم شعر، هم ضرب، هم آهنگ، هم نوازش، یعنی که اسباب‌های موسیقی. انا همه همین رو در خود هضم کرده درست توانید، اون وقت آهنگ می شود، سرود می شود. و من باوری دارم که شنونده رو از جای می خیزاند سرود. منظور من این نیست که مثلا سرودهای ما در حقیقت سرودهای زور است. حالا کلامبودی ها بسیار است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. هیچ آهن خنجری تیزی نشد. از استادان پیروی کردن، ثبت‌های آنها را گوش کردن. در کتاب روزگاری صاحب دیلان درباره استاد حاجی عبدالعزیز رسول و صادقخان حافظ بسیار هم ایجادیاتشان و هم زندگی نامه‌شان مختصر گفته شده است. هر یکی این را وقتی مطالعه کردن من فکر میکنم چنین که آدم به خیال میرود. یعنی که زندگی آنها خودش موسیقی بود، زندگی آنها صنعت بود، فرهنگ بود. به شعر و ترانه و به اصول و به ضرب و دایره و زندگی کرده نمیتوانستند. همون روش جریان زندگی آنها سرود و موسیقی بود. اینکه شادروان استاد زنده‌یاد با محمد نیازوف، من بسیار وقتا نام استاد رو میگیرم زیرا که در حقیقت استاد هم هنرمند بودند و هم پیش از همه انسان خاکسار و زمینی بودند. بسیار چیزها رو من در برابر از دیگر استادان آموختم. بسیار خاکساری و زمینی بودن رو من از استاد بای محمد نیازوف آموختم. زیرا که من گویم که در خانهشان کلان شدم خطا نمیکنم. وقتای دانشجویی پیوسته خودشان ما رو دعوت میکردند. صنعتکار بودن پیش از همه این مسئولیتی بلند است. من مثلا اگر امروز طول 20 سال 25 سال برای مردم، برای تاجیکستان عزیزمون خدمت کرده ایستاده باشم، این خدمت های ما البته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه از جانب سروری دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قدردانی کرده می شود. نه بلکه من تمام اون هنرمندایی که در حقیقت خدمت های شایسته کرده ایستادند پیوسته در جشن های استقلالیت با مکافات های دولتی سرفراز گردانده می شوند که در این 32مین سالگرد استقلالیت کشوری عزیزمان بنده نیست، در قطار دیگر هنرمندان با مکافات دولتی هنرپیشه شایسته تاجیکستان از جانب سروری دولت سرفراز گردانده شدم. این برایم شخصا افتخاری بلند است. پیش از همه من بار دیگر منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که زحمت های ما را هم در جاده هنر، هم در جاده سرایندگی و هم در جاده آموزگاری که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان کار و فعالیت داریم قدردانی کردند و فکر میکنم هر یک نفری که در حقیقت صافدلانه برای این ملت بزرگ در کدام سایه که نباشد خدمت کند البته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می شود و از این من ذوق میبرم، از این من الهام میگیرم. نوبسته از کدام مثلا کسب و کاری که نباشد یک نفر مکافاتی دولتی را صاحب شد، یعنی که سزاوار شد، این افتخاری ما است، این بردی ما است و امروز شکرانه از آن میکنم که در دوران صاحب استقلالی کشوری عزیزمان روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در یک چند دولت‌های بیرون از جمهوری شده گذشت که کمینه نیست همراهی دیگر هنرمندان و استادان ورزیده تاجیک شامل این گروه بودم و موسیقی سنتی تاجیک را تا اونجایی که البته میتوانیم، البته ما در آینده میآموزیم، حالا شاگردان را تا اونجایی توانیم تربیت میکنیم، معرفی کرده ایستادیم. این برای من بختی بلند است. مثلا در وصف تاجیکستان عزیز، در وصف این مردمی سربلند ما سرود خواندن برای مخلصان سرودهای نو و تازه را پیشنهاد کردن وظیفه مقدسی ما هست. هر یک هنرمند باید در جاده خود سر مسئولیت باشد. اگر در جاده شش مقام گیریم مثلا مدت 6 روز تمام قسمت نثر شش مقام رو در گذشته ما همراهی انسامبل اجرا کرده بودیم، انسامبل اکادمی مقام و پیوسته هر سال در 12 می روز شش مقام با هنرمندان
ансамбли давлатии Шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов ҳамзамон бо омӯзгорону донишҷӯёни консерваторияи Миллии Тоҷикистон барномаҳои хубу ҷолибро пешниҳод мекунем ва вазифаи ҳар як ҳунарманд ин аст ки дар баробари бо мусиқии суннатӣ сару кор доштан бояд суруду оҳангҳои тозаи худро эҷод карда тавонад. аз шеъру шоирӣ масалан имрӯза шоироне ки дар ҳақиқат ширин қалам ҳастанд, қалами бурро доранд, яъне ки шеърҳояшон назаррасу дилрас аст. дуруст интихоб карда ҳамчунон оҳангҳо эҷод кунем ки на балки дар Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон мухлисону пайравони худро қабул карда тавонад. баъзан шеърҳо низ ба воситаи мусиқӣ муаррифӣ мешаванд. бале. ва биёед дар идома бозам як таронаи дигар пешниҳод кунем. як суруд мехонем, медонед, аз овони ин наврасӣ ман гӯям, намедонам агар хато накунам, соли 98 буд, дар ёд дорам, фестивал озмун Андалеб он вақто буд. ҳозирам ҳаст, чанд соли як бор гузаронида мешавад, аз тамоми шаҳру ноҳияҳо иштирок мекунанд. он вақто бӯстон мегуфтанд ва бори аввал ман ин сурудро бо номи Тоҷикистон 4 мисраи шеър масалан дар аввали сюитаи рақсӣ муаллими мусиқии мо Маҳмудов Муҳаммадхон гуфтанд ки бояд як шаҳд хонед, чун дар Конибодон бисёр устодон бо тарелкача ҳафтаи 2 бор 3 маротиба дар чойхонаҳо базм мешуд. Муисафидон умуман мардум раҳгузар дар чойхона як пиёла чой мегирифтанд, ҳунармандон онҷо рафта ҳунарнамоӣ мекарданд. ва ман дар ёд дорам он вақто мо майда будем, Шодравон Обиҷон Бобоҷонов ва Маҳраҷаб Узоқов ҳунармандони устодони бузурги шаҳри Конибодон буданд. Бо анамин тарелкачаҳо дар анамин чойхонаҳо суруд замзама мекарданд. мисли ана ҳамин гуфтан устод Маҳмудов Муҳаммадхон бояд як 4 мисра шеър суруд бо оҳангаш хонед. бори аввал ман бо оҳанг, яъне ки гӯё ки кӯшишу талошҳои шогирдонаи ман буд, яъне ки як мусиқии озод буд, бояд ман оҳанг эҷод кунам буд. ин албатта барои ман як чизи мушкил буд, лекин онҷо ки навозандаҳо буданд, анамин 4 мисра шеъри Бобо Ҳоҷиро гирифта ман чун қалам гирам ба дасташ шавқи ҷон, то сароям шеър ё ки достон, номи ту аввал биёяд бар забон, Тоҷикистон, Тоҷикистон, Тоҷикистон. хондем бисёр, пеш аз ҳама ба муаллим маъқул шуд, баъдан ба сюитаи ҳамин хел часпид ки ҳам онҷо раққосаҳо буданд ва ҳам ҳунармандон якҷоягӣ боқимонда сюитаро ҷамъбаст мекардем. бисёр хуб ҳунарнамоӣ кардем ва баъдан соли 2001 дар ҳамин фестивал симпозиуми ҷумҳуриявӣ Андалеб 2001 иштирок кардам. аллакай он вақт ин суруд пурра шуд. ба давоми ин суруд аллакай мо як шеъри дигар аз як донишҷӯ буд, он вақто агар дар ёд дорам хато накунам, Хушнуда буд номаш, як бо Тоҷикистони азизам кишвари зебои ман шеър навиштанд. ба анами оҳанги мо мувофиқ омад. инро замзама кардем, дар ин конкурс иҷро кардем ва баъдтар аз ҷониби шоира Меҳринисо баъзан масалан он сактаҳое ки дар ин шеър буд, дар ҳамин шеъри донишҷӯи Хушнуда, онро ислоҳ кардем ва ба таври дурусташ ҳам дар дохил мукаммал сабт кардем дар фонди тиллои радио ва ҳам ба адвор гирифта ба китоб ворид кардем. мехоҳам он сурудро барои тамошобинони барномаҳои Хотирот пешниҳод кунам. به دست از شوق جان تا سرایم شیر یا کی داستان نامی تو اول بیاید بر زبان Tajikistan, 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 Tajikistani azizam, kishvari zibai man, Tajikistani azizam. کشوری زیبای من نامینی کی تو همیشه انجمن آرای من
های سر بلند وادی های زرنسان کوه های سر بلند وادی های زرنسان وقت و اقبالی بلند همسری بالای من وقت و اقبالی بلند همسری بالای من نشانی آریانی باستان و خاوران پرتوی خورشید و ماه در دل و دنیای من بهتر از دامان سبزی تو نباشد نوبهار ای بهاری جاویدان سبزی منو موای من ای بهاری جاویدان سبزی منو موای من تماشاچیان عزیز، برنامه خاطره ها بود. منظوری شما و یادآوری میکنم که امروز در مهمانی ما قرار داشت هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیموف. خیر تا برنامه های بعدی. زندگی با کامتان.